به نام خدا. این جلسه میخوایم در مورد فرکتال و درجه امواج با هم دیگه صحبت بکنیم. ببینید سیکل ایدئال رو یاد گرفتید. یه شکلی داشت، شکلش رو با هم دیگه دیدیم، متوجه شدیم 5 تا موج، 8 تا موج داره. 5 تا اول رو چی نامگذاری می‌کنیم، 5 تا دوم چی نامگذاری می‌کنیم، موجه اصلیش کدومه، موجه اصلاحیش کدومه. حالا توی موج‌های اصلی ما یه سری رفتارها داریم، توی موج‌های اصلاحی هم یه سری رفتارها داریم. همیشه توی بازار این شکلی که میبینید یه خط صاف به وجود نمیاد. گاهی وقتها موجها خیلی تو در تو میشن، تعداد کندل های زیادی دارن، پیچیده میشن. باید الگوها رو یاد بگیریم، باید رفتارها رو همه رو یاد بگیریم که بتونیم راحت موج شماری کنیم. اگر بازار صف خریدی بره بالا و صف فروشی بیاد پایین و یه همچین شکلی رو بسازه، خیلی راحت موج شماری کردن، ولی بازار هیچ وقت اینجوری حرکت نمیکنه. بریم با هم دیگه یه مقدار مطالب بیشتر یاد بگیریم. ببینید بعد از سیکل ایدئال چه اتفاقی میفته؟ این سوالی که به وجود میاد. من یه سیکل ایدئال توی نمودار دارم، بعدش چه اتفاقی میفته؟ ما یه قضیه داریم به اسم قضیه فرکتال. قضیه فرکتال چی میگه؟ میگه این مثلث رو ببینید، این مثلث خودش از مثلث‌های کوچیکتری تشکیل شده. اگر بخوایم بهش دقت بکنیم، تمام مثلث‌های کوچیک شبیه مثلث‌های بزرگترن و تمام مثلث‌های بزرگتر شبیه مثلث‌های کوچیکترن. اگر از یه مثلث کوچیک شروع بکنیم و بخوایم دور و برش مثلث‌های دیگه‌ای رو بکشیم، می‌بینیم که کم کم هی میرسیم به اون مثلث بزرگه. میگیم نظم در بی‌نظمی. فرکتال میگه که اگر یک جزئی داشته باشیم، جزء شبیه کلشه و در آینده کل هم شبیه جزء خواهد بود. همین رو بیاریم توی موج شماری. به سیکل ایدئال دقت بکنید. اولین سیکل ما فرض بگیرید همون مثلث کوچیکه باشه. حالا بعد از این مثلث کوچیکه چه اتفاقی میفته؟ قراره یه مثلث بزرگتر شبیه همین مثلث به وجود بیاد. پس من میتونم بگم که بعد از سیکل ایدئال احتمالاً یه سیکل ایدئال دیگه‌ای مثل سیکل ایدئال قبلی به وجود میاد که در کل ما میتونیم با کنار هم قرار دادن این سیکل ها یه سیکل خیلی بزرگ داشته باشیم که شبیه همین سیکل های کوچیک باشه. یه خورده سخت شد، الان راحتش میکنیم. به سیکل ایدئال نگاه بکنید. موج 1 یه موج اصلیه که بعدش یه موج اصلاحیه. موج 3 یه موج اصلیه که بعدش موج اصلاحیه. موج 5 یه موج اصلیه، بعدش یه موج اصلاحی نیست، دوباره یه موج اصلیه. پس اینو من میتونم بگم انتهای یک روند آخرین موج از یک روند موج اصلاحی ندارد. حالا میخواد این روند شما یه موج داشته باشه، 10 تا موج داشته باشه، 100 تا موج داشته باشه، آخرین موج از این روند موج اصلاحی نداره. فرقی نمیکنه روندتون صعودی باشه یا روندتون نزولی باشه. پس موج 2 اصلاح موج 1، این نکات مهمی که بعداً بهتون کمک میکنه. موج 4 اصلاح موج 3 و موج B اصلاح موج A. موج C چون انتهای یک روند نزولیه برای ما موج اصلاحی به وجود نمیاره. بعد از یک سیکل ایدئال مجددا یک سیکل دیگه ای تشکیل میشه که قرار شبیه به همین سیکل کوچیکه باشه. حالا موج 1 و 2 رو ببینید، موج 3 و 4 رو ببینید. اگر من بیام از ابتدای موج 1 تا انتهای موج 5 یه خط رسم بکنم و 1 2 3 4 5 رو پاکش بکنم و این طرفم از انتهای 5 تا انتهای C یه خط دیگه رسم بکنم و ABC رو پاک بکنم، شما چی میبینید؟ یه رفتاری میبینید که دقیقاً شبیه به رفتار همون 1 و 2 کوچیک‌تر است. پس این همون قضیه فرکتاله. حالا میتونم بگم که اگر این حرکتی که برای 5 موج من یه خط رسم کردم، این حرکت به عنوان 1 باشه و این ABC به عنوان 2 باشه، بعد از 2 قراره چه اتفاقی بیفته؟ یه موجی تشکیل بشه به عنوان موج 3. موج 3 چه رفتاری باید داشته باشه؟ رفتاری مثل سیکل ایدئال. یعنی چی؟ یعنی باید بعد از 3 یه 4 تشکیل بشه، یه موج اصلاحی داشته باشه، چون گفتیم موج 3 اصلاحی دارد به عنوان موج 4. پس بعد از 3 یه اصلاحی تشکیل میشه به عنوان موج 4 که ساختار درونی این 3 و 4 هم دوباره باز 5 3 هست، دقیقاً مثل این 1 و 2 که این پایین داشتیم. پس امواج
در درون خودشون ساختاری دارن که این ساختار همانند ساختار بزرگتر خودشونه. یعنی چی؟ یعنی اگر من ساختار 1 و 2 رو به صورت 5 موجی دارم، احتمالاً ساختار بزرگتره هم به صورت 5 3 میشه، ساختار بزرگترش هم به صورت 5 موجی میشه. این قضیه فرکتاله. حالا بریم از این قضیه فرکتال میخوایم استفاده بکنیم که یه موضوع خیلی مهم رو بگیم. این جلسه هم یه نکته خیلی مهم داریم که بسیاری اشتباه میکنن و توی موج شماریشون هی مدام به مشکل برمیخورن. اون چیه؟ امواج اصلی. همین یه 2-5 دقیقه 10 دقیقه که الان صحبت کردم توی یک جمله خلاصه میشه. طبق قضیه فرکتال امواج اصلی باید ساختار 5 تایی داشته باشن و امواج اصلاحی ساختار 3 تایی داشته باشن. پس موجهای اصلی ساختار 5 موجی و موجهای اصلاحی ساختار 3 موجی دارن. ببینید صعودی نزولی بودنشون فرقی نمیکنه، ایمپالس یا کارکشن بودنشون فرقی نمیکنه، توی روند یا توی استراحت بودنشون فرقی نمیکنه. موجهای اصلی ساختار 5 موجی توی هر الگویی، توی هر مبحثی، توی هر بخشی از موج شماری و موجهای اصلاحی ساختار 3 تایی دارن. به همین راحتی. حالا موجهای اصلی اون کدوما بود؟ 1 3 5 AC. اصلاحی ها کدوم بود؟ 2 4 B. بالایی ها ساختار 5 موجی، پایینی ها ساختار 3 موجی. به همین راحتی. خب یه وقتایی هست که توی بازار قیمت ها به عنوان مثل صف خرید میرن بالا، با صف فروش هم میان پایین. مثل این نموداری که دارید مشاهده میکنید، قیمت با خط تیره‌ای که نشانه صف خرید رفته بالا و یه موج رو برای ما به وجود آورده، از اون طرف هم ریخته و یه موج رو برای ما به وجود آورده. ما گفتیم امواج ساختار درونی دارن. اینجا الان واقعا برای ما 1 و 2 به وجود اومده، 1 و 2. گفتیم امواج ساختار درونی دارن که اصلیاشون باید 5 تایی باشه، اصلاحیاشون باید 3 تایی باشه. اینجا موج 1 اصلیه، ولی هیچ جوره من نمیتونم یه ساختار 5 موجی توش از آب در بیارم یا اصلاحیه رو بیام 3 موجی بگیرم. اینجا یه قضیه دیگه داریم که میگیم امواج به 2 دسته تقسیم میشن: امواج فرکتالی و امواج شتابدار. امواج شتابدار امواجی هستند که ساختار درونی ندارن. امواج فرکتالی و ممتد امواجی هستند که ساختار درونی دارند. این هم نکته دوم که باید بدونید. خب امواج شتابدار و امواج فرکتالی کنار هم دیگه میتونن تشکیل بشن. یعنی توی یک سیکل ایدئال ما میتونیم موج 1 و 2 رو به صورت فرکتالی داشته باشیم، موج 3 رو به صورت شتابدار داشته باشیم، موج 4 فرکتالی باشه، موج 5 فرکتالی باشه، موج A شتابدار باشه، B شتابدار باشه یا C فرکتال باشه. یعنی امواج شتابدار و امواج فرکتال در کنار هم دیگه میتونن تشکیل بشن. یه نکته بسیار مهمه دیگه، اگر یک موج اصلی به صورت شتابدار تشکیل شد، در آینده فرض میکنیم که اون موج اصلی ساختار 5 موجی داره و اگر اون موج شتابدار اصلاحی بود، فرض میکنیم که ساختار 3 تایی داره. شتابدارمون اگر 5 تایی بود فرض میکنیم ساختارش 5 تایی، اگر اصلی بود فرض میکنیم ساختارش 5 تاییه، اگر اون موج شتابدار اصلاحی بود فرض میکنیم ساختارش 3 تاییه. بعد اینکه تو الگوها بریم این میتونه به شما کمک بکنه. پس این نکته یه گوشه حتما به یاد داشته باشید. خب یه جمع‌بندی کلی بکنم تا بعد بریم سراغ قوانین. یک سیکل ایدئال در واقع 8 تا موج داره، 5 تا اصلی هن، 3 تا اصلاحی هن. موجای اصلیش باید ساختار 5 تایی داشته باشن، موجای اصلاحیش باید ساختار 3 تایی داشته باشن. به این دقت نکنید که موج بی سعودی بودنش مهم نیست، موج بی اصلاحیه، باید ساختار 3 تایی داشته باشه. مدام اینو تکرار میکنم چون مدام اینو اشتباه میکنن. من دیدم بین صدها و 200 هزاران دانشجویی که داشتم، اولش که میخوان موج شماری یاد بگیرن همین 2-3 تا نکته رو هی فراموش میکنن و میگن بی رو من 5 تایی شمردم. خب چرا بی رو 5 تایی شمردید؟ بی نباید
نباید 5 تایی شمرده بشه به خاطر اینکه یک موج اصلاحیه. یا 2 رو میان به عنوان این موج 5 تایی میشمارن. یا موج سوم رو در حالت ایدئالی، وقتی میگیم ایدئال یعنی یه چیز غیر ایدئال هم وجود داره که بعداً یاد میگیرید. وقتی میاد 3 رو 3 تایی میشماره تمام سیکل رو به هم میریزه. شاید اون موج سوم که شما 3 تا شمارش کردید خودش 3 4 5 باشه، 3 تایی نباشه. این حالا بریم جلوتر یواش یواش اینا رو یاد میگیریم، بحثو پیچیده نکنم. خب سوال بعدی اینه، آقا ما تا چند درجه باید ساختارها رو شمارش بکنیم؟ یعنی گفتیم که خب باشه 1 2 3 4 5 موج اول، بعد 1 2 3 موج دوم یا ABC موج دوم. حالا اگر در درون این ABC هم یه سری ساختارهای دیگه بود اونم باید بشماریم. اگر در درون اون ساختار یه ساختار دیگه هم بود اونم باید بشماریم. توی بازارهای مختلف این درجه امواج متفاوته. توی بازار بورس به خاطر اینکه ما دیتای کمتر از روزانه رو اهمیت کمتری بهش میدیم توی موج شماری، واسه همین تا 4 درجه از شمارش قابل قبوله. یعنی شما تا 4 درجه میشمارید. فرضاً این یه موج بزرگه، یک موج خیلی بزرگ، یک سوپر موج خیلی بزرگ که ساختار درونی داره. مثلا شما تایم فریم خودتون گذاشتید رو تایم فریم ماهانه، یه موج خیلی بزرگ دارید مشاهده میکنید. بعد میرید تایم فریم هفتگی، میبینید که در درون این موج 5 موجی وجود داره، شمارش میکنید. بعد میرید تایم فریم روزانه، میبینید که یه موج خیلی بزرگ دارید که توی تایم فریم ماهانه شمارش. حالا اینکه چجوری باید شمارش کنیم بهتون میگم توی تمرین‌های جلوتر. بعد یه دونه موج دارید در تایم فریم هفتگی که 5 موجیه. حالا هر کدوم از این 5 موجی ها یا چند تا از این 5 تایی توی موج هفتگی ساختار درونی دارن توی روزانه، و حتی توی روزانه 2 تا ساختار درونیشون مشخصه. شما تا 4 درجه رو شمارش میکنید، پایین تر از اون 4 درجه اگر هم ساختاری داشت برای ما مهم نیست. میگم توی بازارهای مختلف این متفاوته. مثلا در بازار فارکس ما اینو تا 12 درجه، 13 درجه، 15 درجه هم حتی میبریم پایین. چرا؟ به خاطر اینکه ترید ما در حد 1 دقیقه و 5 دقیقه هم اعمال میشه. اما توی بازار بورس نمیریم 1 دقیقه 5 دقیقه معامله بکنیم. معمولا توی تا 4 درجه زبونم گم تا 4 درجه شمارش قابل قبوله و پایین تر از اون دیگه اهمیتی نداره. مثلا شما 4 درجه شمارش انجام دادید، بعد یه دفعه نمودار اومده 1 درجه بزرگتر تشکیل داده، اون کوچکترین درجه رو دیگه شمارشش رو حذف میکنید و یه پله میایید لیبل های خودتون رو ارتقا میدید. سخت نیست، بریم جلو، یواش یواش اینها رو یاد میگیرید. از همین الان نمودار رو باز نکنید شروع کنید به موج شماری کردن. یه سری قاعده قوانین و پیچیدگی خودش رو داره که باید یاد بگیرید. از همین الان نمودار باز کردن باعث میشه که دل سرد بشید. یه مقداری صبور باشید. خب لیبل ها توی در واقع موج شماری به چه صورت گذاشته میشه؟ ما این 4 درجه رو به 4 صورت میایم لیبل میزنیم. اولین لیبل ها مربوط میشه به سوپر سیکل ها که با ویو نشون میدیم، ویو 1، ویو 2 تا ویو 30. بعدش میشه قصه موج ها، با W نشون میدیم، W1، W2 تا W30. بعد 1 2 3 4 5 و ABC بولت هست و بعدش 1 2 3 4 5 و ABC. ببینید سوپر موج ها، میکرو موج، ریز موج ها و میکرو موج ها. حالا ریز موج ها و میکرو موج ها یکی هم تقریبا، ولی خب چون با همین در واقع بیان از گذشته تا حالا بوده، ما هم در واقع لغت یکی، ولی خب با همین بیان به صورت عمومی ما هم همون رفتار رو میریم که یک پارچگی بین شما و همه موج شماری ها توی سبک‌های دیگه رعایت بشه. خب این نکاتی که توی این جلسه گفتیم رو همه رو یادداشت بکنید. این چند تا نکته‌ای که گفتیم به ذهن بسپارید تا بریم سراغ ویژگی‌های مهمتر و قوانینی که در سیکل ایدئال و سیکل‌های غیر ایدئال اتفاق میفته. موفق